خواهی همیشه بها داره، بها کار داره. تا زمانی که ما بها پرداخت نکنیم نمیتونیم که در دنیای امروزی و در بی‌عدالتی امروزی که حتی بی‌عدالتی را ما از طرف جامعه هایی که اونا خودشان را مدافع حقوق بشر میدونن ما میبینیم. بنابراین کسی که میخواین که مبارزه بکنه اول هدفش تعیین شود و محکم و استوار در این را قدم بگذاره، بر خودش هدفش ای باشه که یا من به عدالت اجتماعی میرسم یا عدالت اجتماعی را در جامعه خود میارم با همرزمانم یا جانم در ای را فدا میکنم. در قسمت دادخواهی بارها ما با کسان مواجه شدیم که ما را توهین کردن از خواهرای خودمون، هر چی که از دهنشان برآمدن بر ما گفتن. مثلا زمانی که یک از خانوما جایزه میگیره ما تبریکی بهش نوشته میکنیم، زیر پستش میره سعی میکنه که بالاتر از 50 نفر خانم اومده توهین کرده که این نماینده زن نیست، زن نباید قسمی بی حیا باشه و پورا در سر استشهاد بین مردان نمیفهم در جماعت مردا زن باید در خانه باشه، حتی خود خانوما. بنابراین من تقصیرکار نازنین جان خانوما رو نمیبینم، باز هم در این تقصیر از جامعه مرد سالار افغانستان است. من بارها در هر مصاحبه‌ای که بوده، در هر جایی که بوده، من توصیه من بر دخترایی بوده که مبارزه بکنین. اگر شما آرزوهایتان را، رویاهایتان را زنده نگه داشتین یعنی مبارزه کردین. اگر شما به خاطر رویاهایتان هر صبح از خواب بلند شدین یعنی مبارزه کردین. اگر شما در عین ناامیدی و تماما راهها برویتان بسته شما در گوشه نشستین گریه کردین و بعد از او بلند شدین آب سرد در رویتان زدین، دوباره به سر رویتان رسیدین، لباس منظم پوشیدین و خودتان را آرایش کردین، در مقابل آینه ایستاد شدین و خودتان آفرین گفتین، مبارزه کردین. راستش من فکر میکنم خیلی از افراد که شما هم دیدین من هم میبینم اینا معتقدن که فعالیت های حقوق زنان باعث افزایش تنش در جامعه سنتی شده و میشه. خب پاسخ شما به این نوع انتقاد چی هست و چی واکنش نشان میدین؟ قطعا که چنین نخواهد بود. وقتی که زنان فعالیت های حقوق بشری را انجام میده یا هر کسی که در راستای فعالیت های حقوق بشری گام برمیداره، دقیقاً رای از اونا، مسیر از اونا مشخص و برابری و عدالت اجتماعی است. بنابراین هرگاهی که ما مسیر ما و هدف ما عدالت اجتماعی باشه، نیاز بر از این نیست که ما بگوییم تنش ایجاد میکنه. آیا در کدام جامعه حتی اگر سنتی باشی شما عدالت اجتماعی مگر نمیخواین؟ بنابراین کسانی که همچون یک دیدگاهی دارن باید اینا دیدگاهش را تغییر بدن، چرا که راه مبارزه یا راه عدالت خواهی یا راه دادخواهی یا راه فعالیت های حقوق بشری راه خواستن برابری است، نه گفتن به برتری طلبی است، نه گفتن به آپارتاید جنسیتی است، نه گفتن به ظلم و نابرابری است. بنابراین وقتی که راه ما مشخص است پس سوالی در اینجا ایجاد نمیشه که تنش زا باشه، چون هر کسی اگر سنتی باشه، مذهبی باشه یا هر کسی دیگه باشه، وقتی ما انسان هستیم ذاتاً در درون ما اینمی حس عدالت اجتماعی یا برابری در وجود ما است. شاید بعضی ها حس عدالت را بر خودش تنها میخواین، برای دیگران نمیخواین، اما اگر یک کم اینا بیشتر مطالعه بکنن یا کمی با اینا در جامعه باشن و در بین رنج و درد مردم باشن، باز حس میکنن که عدالت را که ما به خودم میخوایم باید به دیگران هم عدالت را بخوایم. فکر نکنم و کسانی که همچه یک فکر میکنن باید دیدگاه خودشان را تغییر بدن. بله دقیقاً. و در جامعه سنتی متاسفانه قسمی که شما هم تجربه داشتین واکنش های منفی هست که شما هم مبارزه داشتین و متاسفانه دو درد همزمان، یعنی درد گروه حاکم از یک طرف و دردی از اینکه مردم ما متاسفانه به یک نحوی واکنش های منفی نشان میتن از یک طرف. راستش محدودیت هایی که فعلا در افغانستان هست و بوده و چون یک جامعه سنتی هم هست، خب زنان اکثریتشان که شما هم دیدین از اعتراض میترسن، یعنی ترس از اعتراض دارن
ای که با چه سرنوشت روبرو شوند وقتی که اینا دست به مبارزه بزنن. شما چگونه میتونین به این زنا انگیزه بتین یا چگونه زنان را تشویق میکنین تا که صدای خود را بلند کنن و نسبت به حقوقشان صدا بلند بکنن برای حقوقشان؟ خب ما فکر میکنم در قدم اول اگر ما بخوایم یک گروه را تشویق بکنیم، بر از اونا باید این اطمینان داده شود که اونا تنها نیستن، در کنارش خیلی دوستای خیلی انسانهای دیگه هستن، چی کسانی که در داخل افغانستان است، چی کسانی که در بیرون از افغانستان است، در کنار اونا هستن. موضوع دومی که هر کسی که میخواین در راه مبارزه قدم بگذاره، بازم تکرار میکنم که اینا باید از اول جان خود را مایه بگذارن، بعد از او بیاین عدالت خواهی بکنن، چون عدالت خواهی همیشه بها داره، بها کار داره. تا زمانی که ما بها پرداخت نکنیم نمیتونیم که در دنیای امروزی و در بی‌عدالتی امروزی که حتی بی‌عدالتی را ما از طرف جامعه هایی که اونا خودشان را مدافع حقوق بشر میدانن ما میبینیم. بنابراین کسی که میخواین که مبارزه بکنه اول هدفش تعیین شود و محکم و استوار در این را قدم بگذاره، بر خودش هدفش ای باشه که یا ما به عدالت اجتماعی میرسم یا عدالت اجتماعی را در جامعه خود میارم با همرزمانم یا جانم در این را فدا میکنم. در این صورت هرگز ترسی وجود نداره. بله دقیقاً قسمی که شما اشاره کردین وقتی ما انتخاب میکنیم راه خدا، یعنی اطمینان داریم که راه ما راه درست است و مبارزات ما مبارزاتی درست است، دیگه ترس وجود نداره. اگرچه باید قربانی شویم، قربانی دادن خب یک از اساس ها و شرایط مبارزه هست و راستش شما هم شاید شنیده باشین در خیلی موارد که در برخی جوامع جنبش های فمینیستی درکی نادرستی از حقوق زنان داده. به نظر شما آیا این مورد درسته؟ یعنی آیا جنبش های فمینیستی درک نادرستی از حقوق زنان در جامعه ارائه داده؟ اگر بله چطور ارائه دادن؟ چگونه؟ خب از آنجایی که وظیفه جنبش های اعتراضی یا فمینیستی برابری طلبی و آوردن برابری برای تمام اقشار جامعه است، چی ای جنس مرد باشه، چی زن باشه، چی ترانس باشه، چی دو جنسه باشه، چی LGBT باشه، چی هر کسی که باشه. بنابراین ما فکر میکنم که شاید در بعض موارد یا عدم آگاهی بوده باشه یا سوء تفاهم بوده باشه یا هم عقده های شخصی یک شخص بوده باشه که اینا باورهای نادرست را در جامعه اینا ترویج داده باشه یا از حق حقوق زن تعبیر اشتباهی را در جامعه اینا ارائه کرده باشه. اما در کل من فکر نکنم که جنبش های فمینیستی همچون یک چیز را در جامعه تقدیم بکنن، چون وقتی ما میاییم در راستای مبارزه یکی از مکتب های ما جنبش های فمینیستی است. فمینیستی به معنای برابری طلبی، اما نه به حدی که در او اغراق شود، در او زیاده روی شود. من فکر میکنم که برابری طلبی، عدالت اجتماعی باید برای هر انسان برابر باشه و از او تعبیر سو نشود. خب دقیقاً یک از پیامدهایی که جنبش های فمینیستی در یک جامعه سنتی میتونه داشته باشه، چون جامعه سنتی معمولا مردم میخواین که تسلط بر زنها داشته باشه، یعنی گپشان عملی شوه، حکمشان باید سر زنها صادر شوه و زنها باید تابع مردم باشه. خب وقتی جنبش های فمینیستی در همچون جوامعی شروع به فعالیت میکنه، قطعاً که مردم میگه که اینا یعنی واکنش های منفی نشان میدن، قسمی که شما هم اشاره کردین. و در افغانستان ما خودم هم شنیده بودم و دیده بودم و تا جایی را در رسانه ها هم یک وقت دیدم یک چیزی را که یک تعداد زنها جمع شده بودن و از ایشان سوال کردن که آیا شما به عنوان مثال خانم آریانا سعید که ترانه های برای آزادی و صدای زنان افغانستان را در هر کنسرت که اینا اجرا میکنن بلند میکنن و در خیلی جاها هم مبارزه کردن و میکنن، آیا شما خانم آریانا سعید را به عنوان یک نمونه
و یا به عنوان یک الگو برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان میبینین. خب اونا رد کردن، گفتن نخیر، ما به هیچ عنوان خانم آریانا سعید را به عنوان الگو و یا نمونه از صدای زنان افغان ما نمیبینیم. به نظر شما یا همچون زنانی که در افغانستان وجود داشته باشه، آیا خودتان شخصا روبرو شدین که همچون زنانی وجود داشته باشه که اصلا به حق خود اعتقادی نداشته باشه، یعنی همو تمام محدودیت ها را پذیرفته باشه و حتی مخالف فعالیت های خودتان بوده باشه؟ آیا با همچون زنان روبرو شدین؟ چگونه با آنها تعامل کردین؟ بسیار زیاد نازنین جان سوال را پرسیدیم. ما بسیار به این موارد مواجه شدیم. حتی در سالهای 2014 زمانی که ما در یک بخشی از کار ما بخش سروی داشتیم، سروی خانه و خانه، ما با خانم های روبرو می شدیم که زمانی که ما از حق و حقوق بر از اونا گپ می زدیم در مورد از این که یک زن میتونه که دعوای طلاق باز بکنه در صورتی که زندگیش به جهنم تبدیل شده و هر روز اینا مورد آزار اذیت قرار میگیرن. یک زن حق داره که از میراث پدر دعوا بکنه، یک زن حق به اندازه مرد داره و اینا میگفتن که لطفا شما حرفایی را که او باعث میشه ما در خانواده ما به احترامی بیایه و نمیفهمم در خانواده ما بی حیایی بیایه، شما این حرفا رو با ما نزنین. حتی در موردی که من شاهد هستم که خانم تذکیره نداشتن و زمانی که ما از شوهرش پرسیدیم که چرا تذکیره ندارن، گفتن که خب ما عادت نداریم که نام خانم ما را در مردا بفهمه. و زمانی که من از خانمشان پرسیدم که چرا خود دعوا نکردی، مثلا نرفتید تذکیره بگیرین، گفتن که بر یک زن شرم است و یک زن با حیا نباید است که نامش را مردای دیگه بشنوه و من خودم مانع ازی شدم که مرا شوهرم ببره و بر من تذکیره بگیره. بنابراین ما با خیلی موارد مواجه شدیم. همچنان در یک صنف سواد آموزی ما تدریس میکردم که بعضی موارد را ما بر از اونا میگفتم، از قبیل موارد بهداشتی و از قبیل فاصله میان ولادت ها و ای که مثلا داستان های را قسم میکردن که وقتی که ما در خانه نان میخوریم تا زمانی که شوهر ما نبیاید از بیرون، ما اگر 1 بجه شب باشه گرسنه نمیشینیم تا زمانی که اونا بیاید، چون حق نداریم که سر دیگ ما بخوریم. ما برشان میگفتم تو به عنوان یک انسان باید به خودت احترام داشته باشی. امو انسانی که تو هستی، امو انسان شوهرت است. چرا تو باید از نان نخوری و تا 1 بجه شوهرت نمیفهمی خدا میدانه در کدام مهمانی است، در کجا است و نان هم خورده، شکمش هم سیر است. حتی اگر گرسنه باشه 1 بجه شب وقتی که آمد نان میخوره، نیاز نیست که تو خودت گرسنه نگاه کنی. و اونا به بسیار لحن بسیار توهین‌آمیز برای ما میگفتن که شما دخترای بی‌شرم و بی‌حیا هستین و این موارد را ما زنها حق نداریم. ما نمیخوایم که همچین یک موارد را ما داشته باشیم که ما شوهر خود پیش نان بخوریم. یعنی تمام موارد را ما خیلی زیاد مواجه شدیم با این و در قسمت دادخواهی بارها ما با کسان مواجه شدیم که ما را توهین کردن، از خواهرای خودمون هر چی که از دهنشان برآمدن بر ما گفتن. مثلا زمانی که یک از خانم‌ها جایزه میگیره، ما تبریکی برش نوشته میکنیم، زیر پستش میره سعی میکنه که بالاتر از 50 نفر خانم آمده توهین کرده که این نماینده زن نیست، زن نباید قسمی به حیا باشه و بره در سر استشهاد و این مردان نمیفهم در جماعت مردا زن باید در خانه باشه، حتی خود خانم‌ها. بنابراین من تقصیرکار نازنین جان خانم‌ها را نمیبینم. باز هم در این تقصیر از جامعه مردسالار افغانستان است. اگر بر از اینا اجازه داده شود که اینا درس بخوانند، اگر بر از اینا اجازه داده شود که اینا آگاهی حاصل بکنند، اگر حتی خود مردا بیاین برشان از حق و حقوقشان حرف بزنن، شما فکر میکنین که همچی یک مورد باشه و زن حق خودش را نخواهد؟ بنابراین در اینجا باز هم مقصر جامعه مردسالار افغانستان است، نه زنانی که از حق و حقوقشان هراس دارن یا منکر از حق و حقوقشان است. در واقع اونا آگاهی ندارن، در عدم آگاهی قرار دارن، از این خاطر اونا منکر میشن از حق و حقوقشان.
بله بسیار عالی. توضیحاتتان خیلی متاثر کننده هم بود، به خاطر که ما خودم هم شخصا بارها به همچین مواردی مشابه برخوردیم و یکی گاهن وقتی درک میکنم، یعنی عمیق فکر میکنم که شما که به عنوان مثلا یک از زنان فعال معترض و یک از فعالان حقوق زن بودین و چطور دوام آوردین و ادامه دادین، برای ما واقعا قابل تعجب است. به خاطر که من خودم فقط سال 2022 و سالهایی که در کابل بودم، چون میخواستم فقط درس بخوانم، با فعالیت‌های خود ادامه بدم. خیلی دوستا بودن به خاطر که دختر بودم و اونها میگفتن که چطور یک دختر تنها از فامیل خود جدا شده آمده در کابل به بهانه اینکه که درس بخونه، اینا خدا خبر که چی کار میکنن و نمیدانم یک سری چیزهای دیگر هم میگفتن و به عنوان یک مهمان هم ما یعنی دلیر نمیتونستیم که به خانه اونا برم یا به ما اقامت بدن برای یک چند مدتی. خب متاثر کننده است، سخت است. جامعه مرسالار، جامعه سنتی، مبارزه بسیار دشوار است و ما و شما باید بسیار قوی باشیم تا که بخوایم دوام بیاریم. پس بیاییم کمی از آینده صحبت بکنیم که در 10 سال آینده شما خود را چگونه میبینین؟ آیا هر قدر شرایط سخت شود شما به تلاش ها و مبارزاتتان ادامه خواهید داد؟ زمانی که شما سوال را مطرح کردین، من یک حس قشنگی برام رخ داد که 10 سال بعد من در سرزمین خودم زنان را آزاد میبینم، سرزمینم را آباد میبینم، خودم را به عنوان یک انسان تاثیرگذاری که 4 سال یا شاید 5 سال یا شاید 6 سال دیگر بدبختی و مبارزه و تمام این موارد چالش ها را پشت سر گذاشتنده و به عنوان یک انسان که پیش وجدان خود هرگز کم نیستم، در جامعه هنوز هم فعالیت میکنم، هنوز هم در قرى و قصابات کشورم، در دور دستترین ولایت کشورم میرم و میبینم که در کجا نابرابری است، در کدام خانواده کدام پدر میخواهد طفل خردسالش را به زور و ازدواج اجباری بده، در کدام خانواده زن رنج میبره از اینکه شوهرش در حقش ظلم میکنه و خشونت میکنه، در کدام خانواده دختر آرزو داره که ستاره سینما شوه یا دختر آرزو داره که آوازخوان شوه اما خانوادهش اجازه نمیده. آرزو دارم که 10 سال بعد خودم را در این حالت ببینم و من بر از اونا مبارزه بکنم و من راه را باز بکنم بر از اونا که اونا به آرزوهایشان برسن. بسیار عالی، بسیار عالی، تشکر، سلامت باشین. خب اگر بتونین که به دختران جوانی که تازه وارد مسیر فعالیت های حقوق زنان شده، مثلا من خودم شخصا خیلی علاقه دارم که فعالیت بکنم و چون به میزانی که آدم میفهمه، به میزانی که آدم درک میکنه و به میزان از اینکه درک و فهم آدم از جامعه و از وضع موجود بالاتر میره، احساس مبارزه و نمو حس مبارزه در وجود آدم قوی میشه. و من خودم شخصا به عنوان کسی که تا جای درک دارم از موضوعاتی که فعلا و از محدودیت هایی که فعلا برای زن وجود داره، دوست دارم مبارزه بکنم و این را که شما هم میرین ادامه بدم. خب چه توصیه‌ای برای من دارین و چه توصیه‌ای بر دخترای دیگه که میخواین تازه وارد از این فعالیت ها شون؟ شما چه توصیه میکنین؟ نازنین جان، در قدم نخست من میخوایم برات بگویم که تو خودت فعلا داری مبارزه میکنی، خودت فعلا یک مبارز هستی و من به وجود خودت افتخار میکنم. دختری که مبارزه میکنه از یک ولایت میآید در شهر کابل با تمام نابرابری ها، با موانعی که فامیلش در راهش ایجاد کرده، با حرفای زشت و بدی که از طرف نزدیکترین و عزیزترین دوستانش میشنوه، با القاب بد و زشتی که برش خطاب میکنن و او هر باری که میشنوه تنها کاری که میکنه میره گریه میکنه و دوباره با خودش میرسه، چشمایش سرمه میکنه، لبایش ریجی لب سرخ میزنه و میره ادامه میده. دختری که امروز بورسیه گرفته در یک کشور بسیار مهم میخواه بره، نازنینی که امروز در مقابل ما قرار داره از من اینترویو میگیره، خودش یک مبارز است. و من در لابلای سخنانم پیامم را هم گفتم به دخترها، من بارها در هر مصاحبه‌ای که بوده، در هر جایی که بوده، من توصیه من بر دخترایی بوده که مبارزه بکنین. اگر شما آرزوهایتان را، رویاهایتان را زنده نگه داشتین یعنی مبارزه کردین. اگر شما به خاطر رویاهایتان هر صبح از خواب بلند شدین یعنی مبارزه کردین. اگر شما در عین ناامیدی و تماما راهها برویتان بسته، شما در گوشه نشستین گریه کردین و بعد از او بلند شدین، آب سرد در رویتان زدین، دوباره به سر رویتان رسیدین
لباس منظم پوشیدین و خودتان را آرایش کردین، در مقابل آینه ایستاد شدین و خودتان آفرین گفتین، مبارزه کردین. بنابراین مبارزه بکنین و پایان این شب سیاه بسیار زود قرار است که برسه. هر تاریکی در قبالش روشنی داره و ما بارها یاد کردیم، باز هم و ایمان کامل میگم پرچمداران آزادی افغانستان زنان افغانستان هستند. بسیار تشکر خانم تلاش عزیز، واقعا انگیزه گرفتم و بسیار خوشحال شدم که وقتتان به ما سپردین. ما از صحبت هایتان، از ایده هایتان و از مبارزاتتان ما انگیزه گرفتیم. خب یک فرصت بسیار مهم بود برای خودم و برای تمام بیننده های ما که از تجربیات منحصر به فرد شما ما بهره بگیریم. امیدوارم که این گفتگو نه تنها یک فرصت برای یادگیری باشه، بلکه یک انگیزه برای ادامه مسیر و تلاش باشه. دخترها و خانم هایی که گفتگوی ما را قرارن ببینن، امیدوار هستم که همه ایشان با مبارزه و تلاششان ادامه بده، طوری که شما توصیه کردین که راه ما دراز است و پایان هر شب سیاه سفید است. بنابراین بسیار از شما صمیمانه تشکر میکنم که به برنامه حضور یافتین. از این بیشتر وقت شما را هم نمیگیریم و تشکر از بیننده های عزیز که ما را حمایت میکنین. از این بیشتر وقتتان نمیگیریم. روز و روزگارتان خوش، وقت شما بخیر.